هیچ کس استرس پسرای در 80 رو نمیبینه ولی سیگار تو دستشون رو خیلی خوب میبینه. هیچ کس درک نمیکنه وقتی یه پسر در 80 که سنش هم از 20 گذشته وارد یه جمعی میشه، ازش میپرسن خب مشغول چه کاری هستی، چه رنجی میکشه. مدام بهشون برچسب بی انگیزه بودن، بی هدف بودن، بی برنامه بودن میزنن، در حالی که خودشون نمیتونن حتی یک روز هم جای اینا زندگی کنن. مدام بهشون میگن من همسن تو بودم کارم این بود، شرایطم این بود، همسن تو بودم بچه داشتم، زن داشتم. خب بنده خدا بابای من سال 63 با 5000 تومان عروسی گرفت. این چه قیاس معرفانه‌ایه که انجام میدی؟ اگه تو همسن این بودی دلار 100,000 تومان بود. تو این اوضاع این بچه‌ها یا باید حامی داشته باشن یا اگر حامی ندارن باید پوستشون کنده بشه تا رشد کنن. باید پوستشون کنده بشه تا به شغل و ماشین و خونه دلخواهشون برسن. حرف من یه جمله است: اگر حمایتشون نمی‌کنیم یا نمیتونیم حمایتشون کنیم، حداقل نمک رو زخم نباشیم. غرور یه پسر همه چیزه. قدر همه چیزه.